علیکم پدر مادران عزیز. من یک معلومات دادنیم. از 10 گپی من یک گپی من به شما فایدهش میرسد. در وقت خواندن و اذیت کردن فرزندان پدر یا مادر البته فرزندان را اهمیت دهند. در وقت خواندن و اذیت کردن کودکان باید آرام شینند. من باوری کامل دارم که این گونه گفتگی های من به فرزندان شما یادم میکند. من یک مسئله یادی را خاطرشان کردنیم. با پدر مادران فرزند خودیش را از خودی بیاموزد. فرزندی کلانی را اکا و اپا گفتن را پس از آن کلان شدن. بعد پدر مادران فرزند خودیش را مجبور میکنند که اکا خواه اپا گفتن را برای فرزند خودی خیلی دشوار میشود. چند نقطه مهم برای بهتر شدن تربیت فرزندان. هدیه را اول به دخترتان دهید. با طفل خود بازی‌های کودکانه کنید. سلام دادن را به فرزندانتان تعلیم دهید. کودک را در کارهای کودکانه اش مسخره نکنید. فرزند را در هر کار از حد زیاد فرمان ندهید تا در بزرگسالی جرأت پیدا نکند که از شما نافرمانی کند. فرزند را به خاطر گریه اش تنبیه ندهید. به وعده خود در قبال فرزندان وفا کنید. در کودکان عشق و علاقه به نماز را ایجاد کنید. برای فرزندان دعای خیر کنید. اگر کودک در خانه مورد احترام باشد، کمتر از فرمان پدر و مادر سرپیچی می کند. ایمان را در کودکانتان تقویت دهید. در خانه طوری رفتار کنید که فرزندان به راستگویی عادت کنند. کودک را هرگز نترسانید، زیرا ترس شخصیت کودک را از بین میبرد و او را دچار مشکلات روحی و روانی میکند. نوازش کردن یکی از غذاهای روانی کودک است. باید به اندازه کافی از آن بهره برد. نصیحت برای کودک وقت اثر دارد که والدان خود به آنها عمل کنند. استعدادهای فرزندانتان را کشف کنید. برایشان از کسب حلال روزی بدهید تا فرزندان حلال خور شوند، حرام خور نشوند. تعلیم نمازش نمایید، چونکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند امر کنید فرزندانتان را به نماز خواندن در سن 7 سالگی و برای این نماز تنبیهشان دهید در 10 سالگی و جای خوابشان را از 10 سالگی بین پسران و دختران جدا کنید و روزه گرفتن را عادتشان بدهید. دختران را به حجاب پوشیدن عادت کنانید. آداب اجازت پرسیدن برای در آمدن خانه خواب پدر و مادر را تعلیمشان باید داد و در این وقتها باید فرزند با اجازت داخل جای خواب پدر و مادر شود. اول پیش از نماز بامداد، دوم وقت خواب پیشین، سوم بعد از نماز خفتن. اگر پدر و مادر یک جا خواب باشند، فرزند باید اول اجازت پرسد، بعد داخل خانه شود. پدر و مادر بین فرزندان باید عدالت نمایند و یکی را بر دیگر بالا نگذارند. باید برایشان رفیقان و دوگانه های خوب انتخاب نمایید و از رفیقان و دوگانه های بد اخلاق حتما دورشان سازید. با فرزندان مهربان و با شفقت باشید. زینهار فرزندانتان را
دعای بد نکنید، همیشه در حقشان دعای خیر کنید.